یک جاسوس انگلیسی توی ایران تبدیل به امامزاده بشه و مردم براش دخیل ببندن؟ اما اون در واقع مستر جیکاک، مرموزترین جاسوس انگلیس در ایران بود. جیکاک 7 سال تمام خودش رو به عنوان یک چوپان کرولال توی ایل بختیاری جا زد. او با پای پیاده همه جا می رفت تا فرهنگ و زبان مردم رو یاد بگیره و مأموریتش فقط یک چیز بود: نذار مردم سمت لوله های نفت برن. یک روز ناگهان به حرف اومد و ادعای معجزه کرد. او با تکنولوژی اون زمان مردم ساده دل رو فریب داد. به ته کفش‌ها و عصایش آهنربا وصل کرده بود تا هر وقت نزدیک کفش‌هایش شد آنها جفت شوند. محلی‌ها یقین داشتند این کار از کرامات اوست. در عصایش یک باتری کار گذاشته بود که در صورت لمس شوک میداد. میگفت عصایش میتواند حرامزاده ها را تشخیص دهد. آن وقت با هر کسی که مشکل داشت شوک برقی میداد. فریاد میزد: این عصا حرامزاده ها را تشخیص میده، و مردم وحشت میکردند. او حتی برای خودش ریشی نسوز گذاشته بود. میگفت هر کسی دروغ بگوید ریشش میسوزد، ولی ریش خودش نمیسوخت. او عمامه نسوزی هم ساخته بود که آن را در آتش میانداخت و میگفت چون عمامه‌ام در آتش نمیسوزد پس من سید واقعی هستم. جیکاک شعری ساخت که تا سالها ورد زبان مردم شد: تو که مهر علی من دلته، نفت ملی سی چنته. یعنی کسی که مهر علی در دلش جا دارد به نفت ملی نیاز ندارد. اینطوری بود که یک جاسوس با لباس دین بزرگترین ثروت ایران رو برای انگلیس حفظ کرد. برای شنیدن رازهای تاریخ ایران، ماورا رو دنبال کن.